بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب التعليق على القواعد الأربع أو على القواعد الأربعة لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، والمتن لفضيلة الشيخ الإسلامي محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. هناك موضوع درس امروزی ما لماذا ندرس التوحید. موضوع درس ما درباره چی است؟ درباره آن که چطوری که در اصول ثلاثه هم گفته گذاشتیم، این عادت شیخ الاسلام است که در کتاب خود ذکر میکند مقصد از آموختن توحید و ضرورت توحید. خب، درسی گذشته ما درباره عنوان سعادت بود، یعنی که نشانه سعادتمندی در کسی این سه خصلت باشد، او در وی یعنی که نشانه سعادتمندی است. و می فرماید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى: اعلم ارشدك الله لطاعته. بدون الله تو را به طاعت خویش راهنمایی کند. ان الحنیفیة ملت ابراهیم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين، یعنی حنیفیت ملت ابراهیم، یکی حنیفیت دین ابراهیم از آن عبارت بود که الله را عبادت میکنی وحده، تنها یک عبادتش میکنی، مخلصا له الدین، برای الله دین را اخلاص میکنی، تازه نگه میداری از حد شرک و بدعت و خرافات. و بذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها. و به همین توحید الله جمیع مردم را امر فرمود و به خاطر همین توحید شده جمیع مردم را الله تعالی چیکار کرد؟ آفرید. خلقهم لها، كما قال تعالی، چنانه که الله تعالی فرمود: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جنها و انسانها را تنها به خاطر عبادت خود آفریدم. مراد از عبادت چیست؟ توحید است. شارح می فرماید الله رحمتش کند: فهذه هي العبادة التي تسمى عبادة. این همان عبادت است که وی را عبادت نامیده می شود. والتي يحوز صاحبها الاجر الوفیر والخیر الكثیر. این همان نوع عبادت است که صاحب چنین عبادت نائل می شود، به دست می آرد اجر فراوان را و خیر بسیار را. اما من خلط فعبد الله وعبد غیره فإن عبادته لا تكون عبادة لله. اما اون کسی که آمیخته میگرداند عبادت را، مثلا الله را عبادت میکند و غیر الله را نیز عبادت میکند، البته عبادت چنین کس را همچون عبادت برای الله نامیده نمیشود. این عبادت نمیشه برای الله. و فی الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه، و در حدیثی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام از پروردگارش روایت میکند چنین آمده است، فرمود: قال الله تعالی، الله تعالی فرمود: انا اغنى الشركاء عن الشرك. من محتاج شریکان نیستم که شریک بگیرم. من عمل عملا اشرک معی فیه غیری ترکته و شرکه. کدام انسانی که یک عمل را انجام بدهد همراه من، یا که در همان عمل شرک آوری کند همراه من غیر مرا، من اون کس را
با همراهی شرکش ترک میکنم. رواه مسلم من حدیث ابی هریره و هو عبدالرحمن بن صخر الدوسی. ثم استدل على ذلك بقول الله تعالى. بعد ذلك شیخ الاسلام بقول الله تعالی بنابراین دلیل می آورد. فرمود که الله تعالی چنین میگوید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جنها و انسانها را تنها به خاطر عبادت خویش آفریدم. ففي هذه الآية ما يفيد بأن خلق الجن والإنس ما كان لشيء سوى العبادة. در این آیه کریمه آن فایده است که آفریده شدن جنها و انسانها نه برای یگان چیزی دیگر بوده است غیر از عبادت. والله خلق العباد لیعبدوه. الله مردم را، بندگان را آفریده است تا وی را عبادت بکنند و وعدهم بالمغفرة والجنه و ایشان را وعده کرده است به چی؟ به آمرزش و به جنت وعده کرده است اونها را. اذا عبدوه، وقتی که وی را عبادت بکنند. کما فی حدیث معاذ بن جبل، چنانه که این آمده است به چنین معنا در حدیث معاذ بن جبل ان النبی صلی الله علیه و علی آله و سلم قال له، پیغمبر علیه الصلاة والسلام برایش چنین گفت: یا معاذ اتدری ما حق الله علی العباد و ما حق العباد علی الله؟ ای معاذ، آیا میدانی حق الله بالای بندگان چیست و حق بندگان بالای الله چیست؟ قلت الله و رسوله اعلم. گفتم الله و رسولش میداند. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. پیامبر علیه السلام فرمود به درستی حق الله بالای بندگان از آن عبارت است که بندگان الله را عبادت کنند و به او یگان کس و یگان چیز شریک قرار ندهند. و حق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. و حق بندگان به الله بالای الله از آن عبارت است که او عذاب نخواهد کرد کسی را که به او شریک، کسی را که چیکار نکند به او یگان کس و یگان چیز را شریک نآورده باشد به الله. فقلت یا رسول الله افلا ابشر به الناس. گفتم ای پیغمبر الله، آیا من نسبت این به مردم بشارت ندهم؟ یعنی این به مردم خبر کنم خبری خوش. قال لا تبشرهم فيتكلوا. گفتن پیغمبر صلی الله علیه و گفت نه، اونها را بشارت نده، این خبر به اونها نرسون که ایشان توکل میکنن، تکیه میکنن. یعنی همه به این تکیه کرده بعد عمل ترک کردنشون ممکن، یعنی حال بر وقت است. گفتن اخرجه البخاری و مسلم. حدیث بخاری مسلم روایت کرده. نعم. وفي هذه الآية، در این آیت یعنی در قول الله تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دلالة على أن المقصود بخلق الجن والانس هو أن يبتليهم الله بالأوامر والنواهي. در این آیه کریمه دلیل است که مقصد از آفریده شدن جنها و انسانها چی بوده است؟ یعنی سنجیدن اونهاست. الله تعالی و یارا می سنجد به امر فرمودن و به منع کردن. یعنی الله اونها را امر میکند و از بعضی کارها اونها را منع میکند. و یبتلیهم بامور اخرى، و آنها را می سنجد الله تعالی با امور، با دیگر چیزها که تعتبر صوارف عن طاعت الله سبحانه و تعالی، و اینها را نامیده می شود همچون بازدارنده از طاعت الله. همه اینا سنجش هست. بعضی مثال بریم مصیبت ها هست که همون مصیبت چکار منه از طاعت الله نگه می دارد. بعضی امتحان هست و صوارف می گوید. اون خلاصه خب برای خاطر ما همه این بلا و هر یک مصیبتی که در پیش می آید و هر یک فتنه هایی که در پیش می آید و می خواهد که این
الله تعالی میخواد که سنجد که ما با این فتنه گرفتار شده از طاعت میمونیم یا نه. فمن تأثر بالصوارف، کسی که به همین بازدارندگان به چیزهایی که باز میدارد از طاعت الله تأثیر یابد، تأثیر گیرد، تأثیر بخش شود و ترک العبادت، عبادت ترک بکند، کان من الخاسرین، و از زمره کیا می شود؟ زیان بینندگان می شود و زیان می کند. و من اشتغل بالعباده، و کسی مشغول عبادت بشود و اخذ من الدنیا ما یستعین به علی مطلوبه، و از دنیا آن مقدار را گیرد که به همون مقدار یاردم گیرد به مطلوب خود، یعنی همه قدر از دنیا گیرد که طاعت و عبادت و بندگی خودش به جا آورده بتواند. کان من الناجین، این از زمره نجات یابندگان خواهد شد. و بالله التوفیق، و توفیق از الله است. فإذا عرفت، صاحب متن فرمات، فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وقتی که دانستی که الله تو را خاص برای عبادت خویش آفریده است، بدان که عبادت را عبادت نامیده نمی شود مگر با توحید، مگر با توحید. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، چنانه که نماز را نماز نامیده نمی شود تا همراهی او چی نباشد؟ شرط نماز نباشد. شرط نماز چه؟ طهارت، پاکیزگی، تازگی. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. وقتی که شرک در عبادت داخل شود، فسدت، عبادت ویرون می شود، با مانند حدث، یعنی شکننده های طهارت یا که شکننده های غسل، وقتی که در طهارت داخل شود. شارح می فرماید رحمه الله: لقد مثل الشيخ رحمه الله بمثال حسي يعرف به المثل المعنوي. واقعا شیخ الله رحمتش کند، شیخ الاسلام مثال حسی را بیان میکند که به طفیل وی مثال معنوی را دانسته میشود، یعنی یک مثال حسی می آورد که به طفیل این مثال حسیش مثال معنوی معلوم میشه. مثلا گیریم در مثال معنوی شرک آوری کردن، شرک آوری کردن مثال معنوی است. خب برای خاطر این مثال معنوی فهمش شود گفته چیکار کرده است؟ مثال حسی میبره. طهارت میکنه آدم، طهارتش میشکند، با اون طهارت شخصی نماز خوندن میتوند؟ نمیتوند. اما دیده مثال معنوی به طفیل مثال حسی چی شد؟ روشن شد، انق شد. فالشرك يبطل العباده، شرک عبادت ویرون میکند. کما ان الحدث يفسد الطهاره، چنانه که حدث طهارت چیکار میکند؟ ویرون میکند. طهارت گفته غسل هم داخل میشه، بچه هم داخل میشه، وضو هم داخل میشه. فمن ادخل في عبادته شركا فقد افسدها، کسی در عبادتش یگان نوع شرک داخل گرداند، یگان شرک داخل گرداند، فقد افسدها، عبادتش چیکار میکند؟ ویرون میکند. ولم تعد صالحة للاستفادة منها، اون عبادت را صالح یعنی آباد نامیده نمی شود. لم تعد صالحة و را چی؟ آباد حسابیده نمی شود. عبادتی آباد نیست برای از وی یکون با استفاده بردن. من نماز خواندن گفتنی و با مانند نماز خواندن است. اگر در نمازش چیکار کرده باشد عبادت، یعنی که در عبادتش شرک کرد. كما أن الحدث إذا دخل في الطهارة سواء كان العبد قائما في صلاته أو خارجا عنها، چنانه که حدث وقتی که در طهارت داخل می شود، وقتی که شکننده طهارت در طهارت داخل می شود، یعنی که طهارتش شکست، فهم نداره خواه بنده در درون نماز قایم باشد یا که از نماز بیرون باشد.
نمیتونه نماز خوندن. در دور نماز باشه نمازش ویرون، در بیرون نماز باشه دور نماز دروندن نمیتونه، طوره نداره داخل. فهم؟ فإن طهارته قد بطلت. گفت است کو چون که طهارت او کایها بطلت ویران شده است. ولا يمكنه أن يستمر في صلاته إن كان يصلي. و این نمیتونه، او را ممکن نیست اکنون چیکار کنه؟ دوام دهد در نمازش دوام دادن نمیتونه اگر نماز خوانده ایستاده باشه. و میتونه یه حرکت خواندگی باشه یکی طهارتش باز شکسته باشه، نمیتونه دویم رکعت خوندن، تمام نمازش ویران شد. او يدخل فيها إن كان لا يصلي. یا که در نماز در اومده نمیتواند اگر حالی نماز نخوانده ایستاده باشد. و این فعل اگر کند چی میشد؟ اگر کس طهارتش شکسته نماز دوام داده است، نماز طهارتش شکسته خسته بالای جای نماز خوانده ایستاد، خوانده نمیشد. اگر کند چی میشد؟ و این فعل فإنه يعتبر مجنونا. اگر همین کار کند دیدو دونسته میگه همچی دیوانش حساب میکنن، فاسد العقل، عقلش ویرون میبینه. إذا أراد أن العبادة تستقيم له مع وجود الشرك الأكبر. وقتی که خواهد که عبادت تستقیم له برایش درست می شود در برابر بودن شرک اکبر. فهمیدید؟ یعنی انسان وقتی که بود که در برابر شرک اکبر عبادت درست می شود بود دیگه دیوانه، هیچ ممکن نیست. و کم فی آیات القرآن ما يدل على ذلك. در آیات های قرآن چقدر دلیل هست که دلالت به این میکنه. قال الله عز وجل، الله عز وجل میفرماد ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بدرستی الله نمیبخشد به او شرک آوردن را، یعنی کسی به او شریک قرار دهد الله نمیبخشد او را. و یغفر ما دون ذلك و غیر شرک دیگه گناه ها را میبخشد لمن یشاء برای کسی خواهد. معلوم میشه که دیگه گناه ها غیر شرک اونها در تحت مشیت الله هستند. وقال الله على لسان عيسى ابن مريم. الله تعالی به زبان عیسی پسر مریم چنین فرمود، یعنی عیسی چنین گفت، این خبر الله به ما خبر داده است. یا بنی اسرائیل، ای فرزندان یعقوب، اسرائیل یعقوب میگه، اعبدوا الله ربی و ربکم. الله را عبادت کنید که وی پروردگار من و پروردگار شما است. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنة و مأواه النار. بدرستی کسی به الله یگان کس یا یگان چیز را شریک قرار دهد، فرنسه خواه پیغمبری مرسل باشد و خواه فرشته مقرب باشد، فما بارک بغیری. الله با او جنت حرام قرار میدهد، حرام قرار داده است و مسکن او دوزخ است. مأواه المراد بالمأوا مسکن او، یعنی جای استقامت او، جای بازگشت او، جای قرارگاه او چی میشن؟ قرارگاه او دوزخ میشد. و ما للظالمین من انصار. ظالم ها نصرت دهنده یاردمچی ندارند که یمنعون من عذاب الله، او را منعش کنند، نگه دارن از عذاب الله. مراد از ظالم در اینجا کیا هستن؟ ظالمین مشرک ها، لأن ان الشرك لظلم عظیم، از همه ظلم بزرگ این شرک است. وقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله تعالی برای پیغمبرش محمد صلی الله علیه و سلم چنین میفرماید: ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک. قسم یاد واقعا به تو و به کسانی که پیش از تو بودن وحی کرده شد. وحی آمده شد. مراد از اون وحی چیست؟ یا که آن وحی از چه عبارت بود؟ لئن اشرکت، قسم یاد اگر شرک بکنی، شرک انجام بدهی، لیحبطن عملک ای لیفسدن و لیبطلن، البته عملت
کارها چی میشن؟ حبطه میشن، ویرون میشن، باطل میشن. در اینجا عملو که عمل بینید عمل یک تا اومده سه. وقتی که مفرد مضاف شود معنی چی میشه؟ عموم همه عملات ویرون میشن. ولا تكونن من الخاسرین، البته از جمله یعنی زیان بینندگان خواهی گشت. نه. ولما ذكر الله الأنبياء في سورة الأنعام قال جل من قائل، وقتی که الله عز وجل پیغمبران را ذکر کرد در سوره انعام چنین گفت اون الله بزرگ: ذلك هدى الله، این راهنمایی الله است، این نشاندادی الله است. یهدی به من یشاء من عباده، از بندگانش کسی را خواهد به همین راه راهنمایی میکند، راهش نشون میده. ولو اشرکو، اگر اونها شرک آوردنه، اگر وایها شرک می آوردن، لحبط عنهم ما كانوا يعملون، البته چی میشد؟ اون اعمالی که میکردن ویرون میشد و از ایشان نیست میشد. وقال شيخ الإسلام: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، وقت دانستی که شرک چون آمیخته شود، ارلش شود در عبادت ویرون میکرده است، این دانستی، و دانستی که عمل را ویران میکند و صاحبش از جاوید مانندگان در آتش دوزخ می شود، اینه که دانستی باید در برابر این بدانی عرفت ان اهم ما علیک هو معرفت ذلك، از همه مهمترین اون چی که برای تو واجب و ضرور و مهم است این شناختن این بود است. شناختن چی؟ شناختن توحید و شناختن شکننده و ویرون کننده توحید. فهمیدید؟ لعل الله ان يخلصك من هذه الشبكه، شاید الله تعالی تو را از این دام بنده چه؟ قبقان، از این دام تو را چیکار میکند؟ خلاصت میکند. شبکت سیر کردن نمیگوه. مراد از این دام چیست؟ وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه، مراد از این دام این به الله شریک قرار دادن است که الله در مورد او چنین فرمود: ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، و درستی الله نمیبخشد به او شریک قرار دادن را و میبخشد آنچه را که غیر از او شرک و پایانتر از شرک باشد برای کسی خواهد. و ذلك بمعرفت اربع قواعد ذکرها الله تعالی فی کتابه، این به طفیل چی می شود؟ به طفیل شناختن 4 قاعده هست که اونها را الله تعالی در کتابش ذکر میکند. اونها را شیخ چکار میکند؟ در همین قواعد 4 همچون خلاصه کشف شبهات کرده ذکر میکند. و به همین انشاءالله بعد یعنی شروع میکنیم قاعده ها را یکتا. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وجزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم.